درود به هواداران کلامی بدی. در صحیفه نوبتی هزار کتاب معلومات ترجمه حالی درباره اساسگزار و قافله سالار ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک ابا عبدالله رودکی را پیشنهاد شما می‌گردانیم. اساسگزار و قافله سالار ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس ابا عبدالله جعفر ابن محمد رودکی سال 858 در دهه رودک امروزه پنجرود پنجکینج تاجیکستان تولد یافته است. کودکی و جوانی شاعر در زادگاهش گذشته است. در اینجا او از مردم دهه سرود و موسیقی را آموخته است. و سرود و نوا از کودکی شوق بی‌حد داشت. رودکی مخصوصاً رود و چنگ را خوب می‌نواخت و همچون چنگی شهرت یافته بود. اما او تشنه علم و دانش بود. از این سبب به درگاه علم و معرفت به مدرسه های سمرقند را آورد. پس از چند آوازه سرایندگی و نوازندگی و استعداد بلند شاعریش به گوش دولتداران رسید و او را نصرالدو ابن احمد سامانی و پایتخت دولت سامانیان بخارا دعوت کرد. رودکی در دربار سامانیان شاعر بزرگ گردید. شهرت و ثروت فراوان یافت، ولی این همه خوشبختی فریبنده بود. شاعر بزرگ را مجبور کردند که در ستایش و شکوه و شهامت دربار تاج و تخت شاه شعر گوید که این برای ملک الشعرا رودکی فاجعه بود. در سال 937 حامی و دوست نزدیک او بلعمی که سروزیر نصرالدو بود از کار برکنار کرده شد. شاعر در آخر عمر از دولتداران بی‌اعتنایی دیده در حال پیری و ناتوانی از دربار رانده شد و به چشمانش میل کشیده او را کور کردند. عالم آنتروپولوگ ام گراسیموف که از روی کاسه‌خانه سر شاعر صورتش را برقرار کرده است اثبات نموده است که رودکی در سن پیری کور کرده شده است. سببی از دربار رانده شدن رودکی معلوم نیست. احتمال یکی از سببها مناسبت خیرخواهانه رودکی با شورش خلقی می باشد که در بخارا روی داده بود. رودکی بعدی از دربار رانده شدنش به زادگاهش می رود. استاد را همدیارانش با عزت و احترام پذیرایی کردند. شاعر سال 941 در زادگاه خود از دنیا چشم پوشیده است. اوید به محصول ایجادی استاد رودکی در سرچشمه‌های ادبی و تاریخی فکرها مختلفند. قسمی از مأخذها مقدار اشعار رودکی را از 70,000 تا 1,300,000، قسم دیگرش 100 جلد نشان دادند. ولی صد افسوس که از اشعار این استاد بزرگوار فقط 2100 مصرع باقی مانده است. از همین اشعار پراکنده هم بزرگی شاعر و خوبی احساس می شود. همه اشعار باقی مانده استاد را از روی موضوع به 3 گروه تقسیم کردند. اشعار عاشقانه که محصول دوره جوانی شاعر می باشند. در آنها تصویر منظره های طبیعت، بزم و شراب نیز جای دارد. اشعار پند و اخلاقی و مثنوی ها که موضوع اخلاقی دارند.
مثنوی‌های سینبادنامه، کلیله و دینه، اشعار شکایتی، یأس و ناامیدی، بیان حبس حال که در دوران پیرانسالی شاعر ایجاد گردیدند. نمونه بهترین چنین اشعار قصیده شکایت از پیری می باشد. جهت جالب دقت نظم استاد رودکی در آن است که در اشعار او احساسات انسان سروده شده است. همه شعرهای وی سرشار اندیشه درباره تقدیر انسان است. گومانیسمی رودکی در اشعار اخلاقی و اجتماعی او روشن ظاهر گردیده است. رودکی آموزگار بزرگ اخلاق است. در اشعار او اخلاق پاک، آدمیت، انسان پروری، عقل و خرد، علم و دانش و مردی و بزرگی توصیف یافتند. در ایجادات رودکی قصیده، مثنوی، غزل، رباعی و اینچنین قطعه تکامل یافتند. رودکی غزل را از جهت موضوع و مندرجه تکمیل داد. همچنین رباعی را نیز مکمل کرده به وزن عروض مطابق نمود. در شعرهای استاد تمام سنت‌های بدیعی شعر کلاسیکی تاجیک استفاده گردیدند. زبان شعر استاد رودکی فصیح و روان، ساده و فهماست. او کلمه و ترکیب و عباره ها را از زبان زنده خلق گرفته به شعر داخل کرده است. بعد بیشتر از 1000 سال هم کلمه های استفاده نموده رودکی و مردم تاجیک فهمه و روشن بوده امروز هم استفاده می شوند. استاد رودکی هنوز از زمان خود در بین اهل ادب تذکیره نویسان شهرت عظیم و مرام بلند داشت. در تمام تذکیره ها، اثرهای ادبی و تاریخی نام استاد رودکی چون شاعر بزرگترین و پرمحصولترین ذکر شده است. شعرهای استاد رودکی سرمشق شاعران من بعده تاجیک گردید. رودکی به طور حقانی اساسگذار نظم کلاسیکی فارس و تاجیک شناخته شده است. نظمی که در عصرهای 10 و 15 در میان تاجیکان و فارس ها انتشار یافته، فردوسی، خیام، سعدی، حافظ جامع بر این سیماهای بزرگ را به عرصه وجود آورد. کلاسیکان نظم تاجیک و فارس رودکی را استاد خود دانستند. پایه‌گذار و قافله سالار نظم تاجیک استاد رودکی با صنعت بلند سخن و مضمون و مندرجه ایجادیاتش در ادبیات آن دور نسبت به همقلمانش چون قوله تابان به اوج سر کشیده بود. به سبب نبود که او را ملک الشعرا، آدم الشعرا، استاد شاعران جهان نامیدند. عالم انگلیس پیکرینگ سال 1890 نوشته بود: در همین هنگام تیرگی و توجه اروپا بود که ستاره تابان رودکی در افق اشعار فارسی درخشیدن گرفت. جهان همیشه چو چشمه است، گرد و گردان است، همیشه تا بود آیینش گرد گردان است. بسا شکسته بیابان که باغ خرم بود و باغ خرم گشت آنجا بیابان است. ای دریغا که خردمند را باشد فرزند و خردمند نی، ورچه ادب دارد و دانش پدر حاصل میراث به فرزند نی. این جهان را نگر با چشم خرد، نی بدان چشم کاندرو نگری. همچو دریاست و از نکوکاری، کشتی ساز تا بدان گذری. نیکبخت آن کسی که داد و بخورد
شوربخت آن که نخورد و نداد. چهار چیز مرا زاده را ز غم بخرد، تن درست و خوی نیک و نام نیک و خرد. گر بر سر نفس خود امیر مردی، بر کور و کرر نقطه نگیری مردی. مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده بگیری مردی. دانش اندر دل چراغی روشن است، و از همه بد بر تن تو جوشن است. هیچ شادی نیست اندر این جهان، برتر از دیداری روی دوستان. هیچ گنج نیست از فرهنگ به، تا توانی روی بر این گنج نه. تا جهان بود از سر آدم فراز، کس نبود از راه دانش بی نیاز. برو ز تجربه روزگار بهره بگیر، که بهر دفع حوادث تو را به کار آید.